Композитор Мартин Браунс. Автор сценария Марис Путнинш. روز بخیر. روز بخیر. میخواهید قرض گیرید؟ نه تشکر. ما الکی قرض داریم. قرضتون هست؟ فهم. با اون که شما بسیار شوق‌آور. بله شوق‌آور. شما میلیون دارید می؟ به کودک بانک رو نشون دهید. در اینجا پول رو عوض میکنند. چه پول؟ دلار. تو نمیدونی می؟ پدرمون گفته بودن. در اینجا فقط دلار نه، یورو، سوم، روبل همش رو عوض میکنند. در اینجا 1 میلیون هست؟ خوب فهمو. رفتیم. من حاضر شما رو به جایی میبرم که هیچ کس به آنجا حق در آمدن ندارد. رفتیم. با این دری آهنین به اینجا می دراییم. در اینجا نه فقط میلیون بلکه از آن هم زیاد پول ها هستند و این دو مرد جدی این پول ها را پاسبانی می کنند. رفتیم. در اینجا چی گفت؟ اینها فرزندان میزاجان هستند. من با آن چی در اینجا به ترتیبی؟ همه رو تیز جمع کرده گیرید. اینقدر قرض رو گرفتن کاری جدی است. جدی. خوب من کاری نمی‌یابم. خوب انتظار شوید. می توانید به زال آیید. خوب. پیشنهاد شما برای قرض گرفتن غیر امکان است. شما فایزش را زیاد کرده می توانید. شما با فایز زیاد داده می توانید. حاضر نمی‌توانیم. شاید در آینده. این طرح باشد با شما صحبت بیفایده است. خانه را برای رکلام گذارید. ما دیگر خانه نداریم. با کجا می رویم؟ با بانک شوخی نکنید. با کورپتان دیده پای دراز کنید. فهمیدید؟ همین خیل شد. از دست من هیچ کار نمی آید. شما باید به این کاغذ امضا کنید. مرحمت. گیرید. در اینجا.